این کتاب میتونه خیلی کمکت کنه، مخصوصا اگه در 70 یا در 60 هستی، در 50 که حتما باید بخونی، در 40 که واجب این کتاب بخونی، اگه هم در 80 90 هستی کتاب میخونی که دمت گرم، مشتی هستی. تقریبا کتاب راحتیه، من از 1 تا 10 تو سختی بهش 4 میدم، یعنی تقریبا هممون میفهمیمش، ولی خب مسلما خیلیات نشو ندارن، یعنی حوصله‌شو ندارن که بخونن کتابو، بنابراین من اومدم خلاصش کردم که با هم دیگه بخونیمش. این کتاب میگه همه ما یه ذاتی داریم، یه سرشتی داریم که علاقه هایی هم داره اون ذاته و اون سرشته. مثلا من دوست داشتم توی بچگی موزیسین شم، خانواده‌ام گفتن آقا موسیقی که شغل نیست، برو نجاری، برو دکتر شو، کنارش موسیقی هم ادامه بده. یا مثلا جامعه گفته با موسیقی مطربی میخوای بکنی، بدبخت میری جهنم اسکل. بنابراین من با این فشارهایی که بهم اومده رفتم و نجار شدم، دکتر شدم، مهندس شدم. این موسیقیه برای من یه عقده میشه. حالا عقده رو من اینجا کوتاه دربارش صحبت بکنم. عقده صرفا بد نیستا، ما به عنوان فوش استفاده میکنیم که عقده‌ای، ولی کلا عقده بد نیست. یه سری عقده‌ها مثبتن، عقده مثبت داریم، عقده منفی داریم. مثلا تو به من میگی خیلی زشتی، اوکی، عقده منفیش میشه این که مثلا من خودم رو تحقیر کنم، اعتماد به نفسم از دست بدم، دیگه هیچ جا جلو دوربین نرم و مدام به خودم بگم زشت و حتی مثلا برم کلی عمل زیبایی بکنم، خودم شبیه اورانگوتان در بیارم. اینا میشه عقده منفیش. عقده مثبتش اینه که من میگم که من زشتم، ثابت بهت میکنم که نیستم، میرم خفن ترین مجری میشم، میشم خانم اسکار توی یکی از، اگه اشتباه نکنم اسمشو، یکی از مجریای معروف آمریکاییه که پوستش تیره است و اونقدر قیافه از نظر ما قیافه خوبی نداره ولی خیلی خفنه، میرم یه مجری خفن میشم. یا نه اصلا میرم مثلا تو رشته موسیقی اینقدر موفق میشم که دیگه اصلا کسی به قیافم نگاه نمیکنه. حالا عقده‌های این شکلی معمولا توی سن میان سالی و 30 سالگی به بعد خودشون رو نشون میدن، چون یه جورایی ما احساس میکنیم داریم پیر میشیم، داریم به مرگ نزدیک میشیم و با خودمون میگه ریدیم که این چه زندگی کثافتیه. و بعضی وقتا هم خیلیمون نمیدونیم از کجا خوردیم، چون ما معمولا همه چی دانیم دیگه، نه ما ایرانی‌ها، همه مردم جهان و مخصوصا کسایی که تو جهان سوم زندگی میکنن فکر میکنن هر چی که لازمه برای زندگی رو بلدن. آره من برم مثلا روانشناس خودش روانیه، یا مثلا کاسبم بابا. خب بنابراین ما انکار میکنیم مشکلاتمون رو. من همیشه این مثال رو میزنم، مشکلات روانی که ما داریم مثل یه زخم میمونه که مثلا شما دستت زخم میشه، میری دکتر میگه آقا پانسمان کن، بخیه کن، جهنم، دردشو میکشم خوب شه. ولی همین زخم تو روحمون که باشه دستمون رو میگیریم جلو زخم، میگیم نه کو زخم کو. تقریبا تمام تصمیمات زندگی ما رو عقده ها میگیرن، چه مثبت چه منفی. حالا کجا ما میتونیم پیدا کنیم عقده های منفیمون رو؟ وقتایی که حالمون بیخودی خرابه، وقتایی که بیخودی عصبانیم، وقتایی که بیخودی تنش داریم، بیخودی اضطراب داریم، یا یه اتفاق بد هی تو زندگیمون تکرار میشه. مثلا من پسر مدام وارد رابطه‌ای میشم که مدام دختر خیانت میکنه بهم. ما خودمون رو اون عقده ها تعریف میکنیم و بنابراین خیلی دیگه انکارش میکنیم و کلی سخته که به خودمون بیان. ببینید اینجوری بهتون بگم، طرف اینقدر عقده‌شو میپذیره که کسی که موسیقی دوست داشته قبول میکنه که بره پارتنر موزیسین بگیره. خب اسکل، چرا خودت موسیقی نخونی؟ چرا خودت نمیخوای بری توش؟ دل و جرأت میخواد، مبارزه باهاش سخته یه کمی، ولی بهتون قول میدم ته داستانه خیلی شیرینه. 2 تا راه داریم که ما عقده هامون رو و در واقع زندگی نزیستمون رو توی این کتاب، چون یه سری عقده ها ربطی به زندگی نزیسته نداره، اینم من بگم. 2 تا راه داریم که پیدا کنیم اینا رو، یکی تو بیداری، یکی توی خواب. اولا اینکه ما همیشه رویا میبینیم، ما تو بیداری هم رویا میبینیم، فکر میکنیم، نشخوار فکری داریم و اگه بتونیم این رویا دیدن رو مدیریتش کنیم، ازش استفاده کنیم، خیلی خفن میشه، تو همه جامون عروسی میشه. حالا دم نه ولی خیلی کمکمون میکنه. و اولین راهش اینه که ما بتونیم توی بیداری فکرمون رو مدیریت کنیم. چجوری؟ مثلا از خودمون یه سری سوالا بپرسیم. سوال کلیش میشه این که من کیم؟ برای چی اومدم تو این دنیا؟ برای چی دارم زندگی میکنم؟ میگم 30 سالگی به بعد این خیلی شدید میشه. اگه زیر 30 سال هستید حواستون به این داستان باشه، چون 30 ساله ها به بعد درگیرشن قشنگ. خب این کلیش میشه.
جزئیش میشه این که چرا امروز سر کار رفتم فلانی مثلا بهم گفتش که کارم نمی‌کنی ها، در حالی که من کار کردم. چرا اینقدر بهم برخورد؟ چرا طرف گفت لباست بد نیست؟ چرا اینقدر بهم برخورد؟ چرا اینقدر ناراحت شدم؟ خب یه احساس رو که توی طول روز تجربه میکنیم، همین از خودمون سوال بپرسیم تو بیداری، حالا تو خوابم میریم سراغش. اینجوری ما کم کم میفهمیم که خب عقده هامون از کجاست و چجوری میتونیم حلش کنیم. حالا یک پرانتز من باز کنم این وسط، اگه زندگی نزیستمون رو پیدا کردیم، اگه علاقمون رو پیدا کردیم و خلاف عرف بود چی؟ خلاف اخلاقیاتمون بود چی؟ یه سریش که خلاف نیست، حالا ته کتاب بهتون میگم، خب یادتون باشه این حرفو. ولی اونایی که خلافه رو نویسنده میگه یه جایگزین براش پیدا کن. اسم نویسنده رو نگفتم، نه، اسم نویسنده این کتاب رابرت الکس جانسونه و انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی زیر نظر آقای سهیل رضایی چاپش کرده. خب حالا اگه خلاف عرف بود چی؟ مثلا من دلم میخواست دعوا کنم، مثلا دلم میخواست برم تو خیابون همه رو جر بدم، تیکه تیکه کنم مردمو. اون موقع چیکار کنیم؟ تکلیف چیه؟ جلوتر میریم میگیم که خب خیلی از اینها اصلا خلاف عرف و شرع و قانون نیست. اوکی، یه جایی به ما دیکته شده، یه جایی وجدان ما رو بد ادب کردن. یه جمله یه نویسنده توی کتاب میگه که جوامع وجدان آدما رو تربیت میکنن که پلیس کمتری استخدام کنن. وای، خیلی درسته، خیلی درسته. اوکی، ما قرار نیست به کسی آسیب بزنیم، خب، ولی قراره به خودمونم آسیب نزنیم. بوکسوره رو بگم، یعنی دعواییه رو بگم، میگه آقا تو دلت میخواد بزنی لتو پار کنی، برو باشگاه بوکس ثبت نام کن، برو باشگاه کاراته، برو چه میدونم یه ورزش رزمی، مثل همین مایک تایسون خودمون دیگه، انگار مثلا بچه سرا سلاخچگان، مثل همین مایک تایسون دیگه. ببینید واقعا خلافکار بوده، اگه زندگی نامشو بخونید خیلی دعوا میکرده، خیلی خلاف میکرده با شربازی و این صحبت ها، ولی از اون انرژیش درست استفاده کرده و الان تقریبا همه مردم دنیا که یه کوچولو از بوکس میدونن مایک تایسون رو میشناسن، حتی قیافش رو دیگه حداقل میشناسن. حالا بریم دوباره سراغ تمرینا که مثلا من از خودم پرسیدم چرا توی اداره به خاطر یه جمله عصبانی شدم، چرا افسرده شدم، چرا مضطرب شدم. ببینید خلاقانش اینه که نذاریم به نشخوار فکری تبدیل بشه. دستتون میاد، چیز سختی نیست، چیز عجیب غریبی نیست. شما یه هفته این کارو بکن، 10 روز این کارو بکن، آقا نه یه ماه این کارو بکن، نشد بیا بزن تو دهن من. پیدام نمی‌کنی ولی بزن تو صفحه مانیتور یا تو گوشی. جواب میده. اینجوری نیست که ما یه کاری وقتی انجام ندادیم وحشت داریم ازش، پشممون میریزه، وای حالا برم تخیل فعال رو یاد بگیرم. هیچ چی نیست بابا، اسمش یه ذره عجیب غریبه. شما همین کاری که دارم میگم انجام میدید. نذارید قضاوتتون کنه اون خودآگاهتون، اون مغز لعنتیتون، نذارید قضاوتتون کنه. استرابتو بذار کنار، قضاوتتو بذار کنار. یهو میری یه جایی نه که وای وای گناه، نه خدا نکنه. مثلا شوهر داری، زن داری، دلت میخواد با یه نفر دیگه باشی، اوکی تو فکرته، هیچ چی نمیشه، برو جلو ببین چرا میخوای باهاش باشی. خب به جایی به درد بخوری میرسی، مطمئنم به جایی به درد، برو جلو باهاش، اصلا توی تصوراتت باهاش بخواب، بعد ببین چی تود ارضا میشه. فقط سکسه نیستش که یه چیزایی حال میکنی. مثلا ممکنه مثلا پسرا که نارسیستن، خودشیفتن، سکسو به خاطر سکس نمیخوان. خب مثلا سکسو میخوان که مثلا دختر بعدش بگه وای چقدر خوب بودی، دمت گرم، فوق العاده بودی، یکی از بهترین سکسام بود. این چیه داستانش؟ کسایی که نارسیستن رو میگم، حالا دستش ندید به همه، بعضی بیماری روانی و جنسی دارن، کاری با اونا نداریم. این چه دلیلش چیه؟ این آقا پسر گلمون توسط مادرش تو بچگی تایید نشده، الان جنس تایید مادرانه میخواد از زنا. با چی؟ با سکس. اوکی، پس بذارید بره جلو. جوابایی که بهش میرسیم اکثرا تلخه. خب بپذیم، مثل همون بخیه دست که شما باید بخیه کنی که دردشو بکشی، زجرشو بکشی که دستت خونریزی نکنه، عفونت کنه، بزنه بالا، از کتف قطعش کنن. اون درده رو بکش. جوابایی که بهش، اگه دیدی جوابت مثلا از رو غرورت، خب نه من باید همیشه ازم تعریف بشه، اونجا ریدی، اون جوابت نیست. جواب تلخیه، جواب یه خاطره بده، جواب یه جمله
ناراحت کننده و سنگین از طرف پدر مادرت، از طرف عشق جوونیته. اوکی؟ پس بگرد دنبال اون جواب گنده. دنبال این نباش خودتو توجیه کنی. میخوای مچ خودتو بگیری و به هیچ کس هم نگو. نترس، غرورت پایمال نمیشه، جهنم نمیری، هیچ اتفاق بدی نمیفته. شل کن، برو جلو. خب حالا این از بیداری. توی خواب چجوری میتونیم به این برسیم؟ که البته جوابایی که توی خواب میگیریم خیلی خفن تره، اینو بهتون بگم، و لازمه که حتما خوابم قاطی این داستان و این بازی بکنیم. اولا اگه میخواد خواب درست درمون ببینید، خوابی که مثلا روانشناسا میگن توش برون ریزی داریم، که اونم تلخه، اونم توش کابوسه، اونم اتفاقاتی رو تو خواب میبینید که کرکو پرتون میریزه، اینو در جریان باشید. نه اینکه مثلا خواب عروسی ببینید خب ایول من دلم عروسی میخواد، پس نه، اینجوری نیست. معمولا خوابایی که اسمشون برون ریزیه و یه احساسی دارن، یه جوری تون میشه صبح که خواب پا میشید، معمولا خوابای تلخی هن که ظاهرشون تلخه. حالا توی کتاب دیگه مفصل درباره تعبیر خواب صحبت کردیم که یه خواب میبینید نرید سریع توی گوگل سرچ کنید ببینید که تعبیرش چه میشود. نه اینجوری نیست. این کتاب رو من گذاشتم این جلو دست، این کتاب هم قراره با هم بخونیم. من بهتون یاد میدم تو این کتابه که یاد بگیرید خوابای خودتون. من خرکی باشم. یونگ به ما یاد میده که چجوری خوابمون رو تفسیر کنیم که کمکمون کنه. حالا چجوری این خوابا ببینیم؟ اولا یه چیزی، حالا این کتاب رو گرفتم دستم بگم بهتون از اون کتابه که توی این زندگی نزیستم بهش اشاره میشه. میگه که ببینید خواب برای هر کس یه تعبیری داره. یعنی خواب، مثلا یه نفر خواب مار میبینه، اگه مثلا دیروز تو باغ وحش مار دیده یه تعبیر داره، اگه حیوان خونگیش ماره یه تعبیر داره، اگه از مار وحشت داره یه تعبیر داره. اوکی؟ حالا اینا رو جلوتر میرسیم بهش و توی اون کتابه که کاملا تخصصی بهش میپردازیم. حالا کاری با اون ندارم. برای اینکه خواب خوب ببینید، اول اینکه شاید لازم باشه، شاید که نه، لازمه شما تا 2 ساعت اگه لطف کنید به خودتون، تا 2 ساعت 1 ساعت و نیم گوشی دستتون نگیرید، اطلاعات بیرونی به دست نیارید. مثلا نرید تو اینستاگرام، تو اکسپلور هی بچرخید. 10 میلیارد دیتای بیخود و به درد نخور اونجا ما داریم که به هیچ کارمون نمیاد. خب و 100% رو خوابمون تاثیر میذاره، تاثیر منفی، چون چیزایی که دیدیم و خواب میبینیم. درباره مسائل عجیب غریب با خانواده‌تون، با دوست دخترتون، دوست پسرتون، تلفنی اینا صحبت نکنید. یه مشکلی تو طول روز براتون اتفاق افتاده، طرف میخواد بیاد سر خواب حلش کنه، بگو بذار فردا. اوکی؟ چون خواب اون رو قراره ببینی. هر دیتایی که نزدیک به ساعت خواب ما دریافت میکنیم معمولا رو خوابمون تاثیر مستقیم داره. و سبک هم بخورید و از مجازی هم فاصله بگیرید و سعی کنید به چیزی فکر نکنید. این میشه مدیتیشن دیگه. حالا یه کتاب در مدیتیشن حتما با هم میخونین. خیلی مدیتیشن چیز باحالیه. یه تراپیست فوق العاده است. از هر روانشناسی بیشتر میتونه کمکتون کنه. اصلا سخت نیست. صحبت میکنم دربارش. از این شاخه به اون شاخه دیگه نپرم. مراقبه کنید قبل خواب. سعی کنید به چیزی فکر نکنید. مثلا تو یوگا میگم به نفسات فکر کن، از 100 تا 1 بشمر، عدده رو تو ذهنت. همین که به چیزی فکر نکنی کافیه. قرار نیست به آمال و آرزوها و هدفها و برنامه‌ریزی‌های دقیق و نمیخواد. فکر نکن به اینا. به هیچی فکر نکن. خب شما نیم ساعت قبل خوابم به هیچی فکر نکنید، تا 1-2 ساعت که باید گوشی بذارید کنار، اخبار رو دنبال نکنید، با کسی عجیب غریبی صحبت خاصی نکنید، این که هیچی. تا یه نیم ساعت 10 دقیقه قبل از خواب سعی کنید به چیزی فکر نکنید، خوابه میاد. حالا خوابه اومد، چی کار کنید؟ اول اینکه بهتون بگم که خواب که میبینید بلافاصله بعد از اینکه بیدار شدید یه جا یادداشتش کنید، یا چه میدونم تو تلگرام گوشیتون وایس بذارید برای خودتون. تو سریع هر چی دیدید، هر جزئیاتی که دیدید رو وایس کنید برای خودتون، یه جا سیوش کنید، یا چه میدونم تایپش کنید توی قسمت یادداشت گوشیتون. نوت بهش میگن، یادداشت بهش میگن. اول که بیدار میشید 4K کیفیت عالی، همه چیشو یادتونه. میگه خب دیگه اینو اینقدر خوب یادمه، امکان نداره یادم بره در طول روز. ولی میلاد ریدی
یادت میره. بعد چیزی که دیگه مهمه اینه که جزئیات خوابتون رو کامل بنویسید، هر چی که یادتونه. این جزئیات به درد بخوره. حالا جلوتر میگیم این دربارش، این کتابه بیشتر دربارش صحبت نکرده ها. من بیخودی نمیگم اینم میخونیم نمیخوام ویو بگیرم ها، دروغ گفتم، میخوام ویو بگیرم، ولی واقعا درباره خواب خیلی زیاد صحبت نکرده. این بیشتر درباره خواب صحبت کرد، اینم بعد از این آپلود میکنم. بنابراین خواب دیتیلاش مهمه، جزئیاتش مهمه. حالا برای اینکه یه خورده قضیه رو راحت تر کنم، آقا میلاد نظری، حال نمی کنم ویدیو بعدی تو ببینم، دلم نمیخواد اینم بشینم گوش کنم، عشق نکردم باد، اوکی نوکرتم هستم. برای اینکه راحت تر خوابتو تفسیر کنی، اون سوالا بود که تو بیداری از خودت میپرسیدی، همونا رو قبل خوابم از خودت بپرس. نه سوال کلیا چرا من به این جهان آمدم، نه اینجوری شروع نکن. همون یه اتفاق کوچیکی افتاده، مثلا توی روز داشتی رانندگی میکرد، یکی بوق زده، خار و مادرشو گفتی، حالا شیشه بالا بوده ولی خیلی عصبانی شدی، همین از خودت سوال بپرس، چرا من اینقدر عصبانی شدم؟ چرا من اینقدر عصبانی شدم؟ امروز چرا من اینقدر عصبانی شدم؟ اینو بگو و بخواب. خب حالا برگردیم سر اونجا که گفتم یادتون باشه ممکنه یه سری چیزا که ما فکر میکنیم اشتباه نباشه. اونو میخوایم یه ذره ریشه‌ای بریم جلو، ببینیم که کجا رو قراره بگیریم. توی آخرای این کتاب میگه که ما 2 تا کهن الگو داریم توی زندگیمون، مخصوصا 30 سالگی به بعد، که به جفتشون نیاز داریم. یه دونه از شر و شیطونه، تعهد نداره، دنبال شیطنته، دنبال خوشگذرونیه، دنبال یللی تللیه، خب که بهش میگن چی؟ بهش میگن جوان ابدی. کهن الگوی جوان ابدی یا نوجوان ابدی. بعضیا سندروم نوجوان ابدی دارن، یعنی اینکه تو 60 سالگی مثلا دیدی طرف صورتی میپوشه، پا میشه مثلا میاد ورزش میکنه، آهنگ قرفری میذاره، اون نوجوان ابدی داره، ولش کن، بذار اون دیگه کاری نمیشه کرد براش. خب تویی که اینو الان داری میخونی، میبینی کجا خوندی، تویی که الان داری اینو میبینی، حواست به این داستان باشه. اگه سن در یه سنی رفت بالاتر و هنوز دنبال یللی تللیای نوجوانیت بودی، نوجوان ابدیت هنوز خیلی حاکمه به شخصیتت. یه دونه کاراکتر اینه، یکی دونه کهن الگو اینه، یه دونه هم پیر خردمنده. خب که پیر خردمند کاملا منطقیه، خیلی 2 تا 4 تاییه، خط قرمز داره، متعهده، کاری باش نداشته باشی 200 سال یه کاری انجام میده بدون هیچ تغییری. خب حالا این نویسنده میگه که ما به جفتش نیاز داریم. مثلا برای ازدواج ما با پیر خردمند ازدواج میکنیم چون تعهد داره، چون دنبال تشکیل خانواده است، چون دنبال بقائه، و با اون جوان ابدیه پا میشیم زنمون رو میبریم پارک، میبریم خوشگذرونی، میبریم سفر، باهاش شوخی میکنیم، تو خونه باهاش بازی میکنیم، تو خونه باهاش. حالا یه جاهایی هست که ما فکر میکنیم این جوان ابدیه داره به ما میگه این کارو بکن، این کارو بکن، خب که فکر میکنیم خلاف عرفه، فکر میکنیم خلاف دینه. اینجا نویسنده قشنگ موضع داره با دین، میگه که کلا مذهبای قدیمی نداشتن رو به داشتن ترجیح میدن. یعنی مثلا نخوردن رو ستایش میکنن، روزه رو مثلا میگن ثواب داره، میری بهش عشق میکنی، با خوردن زیاد حال نمیکنن، با فقر خیلی حال میکنن. مثلا یه جمله داره از مسیحیت، میگه که مسیحیت میگه رفتن یه آدم پولدار به بهشت مثل رد شدن شتر از سوراخ سوزنه. چرا؟ چشه مگه پول؟ یزید. خب پول داشتن رو نفی میکنن، ثروت رو بد میدونن، فکر میکنن، یعنی یه جوری القا میکنن که تو اگه ثروتمند باشی کثافتی و اگه فقیر باشی به به میری اون دنیا عشق میکنی. خب میگه که آقا حواستون به اینای دین باشه، یه جاهای اینا درست نمیگن، مثلا مال 2 میلیارد سال پیشن، فکر کن کجا ثروت بده. خدا توی قرآن میگه که ما شما رو بیچیز خلق میکنیم ولی اگه بیچیز از دنیا بری تقصیر خودتونه. این یعنی آقا بکن دیگه از این دنیا، عشق کن دیگه. یا میگه آقا برو بگرد، برو مسافرت عشق کن، مسافرت پول میخواد دیگه، اون زمان پول میخواست الان هم پول میخواد. پس بنابراین چیزایی که الان از دین دارن به خورد ما میدن خیلیاش همون اصلیه هم نیست، یعنی تحریف شده. اوکی، پس حواستون به اینا باشه. اینو فکر نکنید جوان ابدی است که میخواد شیطنت کنه، که میخواد
تابو بشکونه. کلا همه چیز توی این دنیا خوبی و بدیش با همه. مثلا خورشید پشتش بیماست. خورشید خوبه دیگه، بهمون گرما میده، انرژی میده، حیات میده، زندگی میده. خورشید نباشه هممون تو خاکیم، درسته؟ ولی همین خورشید اشعه هایی داره که برای پوست ضرر داره و حتی اگه زیاد در معرض تابش خورشید باشید ممکنه که خدای نکرده سرطان پوست بگیرید و تموم باشه، کارتون تموم بشه. توی هر خوبی بدی هست. یه چیزی که برای مذهبی‌ها بگم، مثلا اون آیه قرآن که میگن بعد از هر سختی آسانیه نیست، مع استفاده میشه، میگه با هر سختی آسانی هست و با هر آسانی سختی هست. میگه تو دل یه خیر شرم هست، تو دل هر شر خیرم هست. مثلا توی روال زندگی عادی من خونم رو دوست دارم ولی از همسایم متنفرم، اذیتم میکنه و ما چاره ای نداریم که اینو بپذیریم. اصلا کاری نمیتونیم بکنیم. شما میتونی با خورشید کاری بکنی، شما میتونی با اون همسایه کنی، نمیتونی بری خفش کنی که. مثلا میتونی خورشید رو بگی که آقا چادر میگیرم جلوش، بدم میاد ازت، بد ته کاری که میکنیم اینه که ضد آفتاب بزنیم، از تو سایه بریم. کاری با خورشید نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون پذیرفتیمش. آدمایی که دور و برمونن، سر کار، تو خانواده، پارتنرمون، همه اینا هم همینن. یه سری خوبیا دارن، یه سری بدیا دارن. کاری که توشیم یه سری خوبیا داره، یه سری بدیا داره و ما اگه اینو نپذیریم و مدام در حال جنگیدن برای درست کردنشون باشیم، فقط انرژی خودمون میره. خب من دیگه فکر می‌کنم چیزایی که این کتاب به دردمون میخورد و بهمون گفت، یه سری چیزای دیگه مونده از این کتاب. من میگم شاید به دردتون خورد، که مسلما به دردتون میخوره، ولی الان شاید بعضیا موضع بگیرن، فایت کنن. مثلا من خیلی انگلیسیم خوبه، بجنگن با این موضوع. ولی همینه، حالا شما هی برو بجنگ، هی برو خون خودتو کثیف کن، بعد به این نتیجه برس که باید شل کنی. تو باید موافق رودخونه حرکت کنی، بی خودی دست و پا نزن. 30 سال، 40 سال، 50 سال، هر چقدر دست و پا بزنی یه 2-3 متر میری، بعد دوباره برت میگردونه همونجا، در حالی که شل میکردی کیلومترها میرفتی جلو. یونگ میگه اگه در راستای طبیعت فکر کنی، مثل طبیعت فکر کنی، درست فکر کردی. اینقدر ببین طبیعت درسته. اینو تو کتاب مدیتیشن حتما دربارش صحبت میکنیم. اگه شما یه شاخه درخت رو قطع کنید، از این ورش جوونه میزنه و چند سال دیگه خیلی خوشگل‌تر میشه. طبیعت به سمت رشد و ارتقا و تعالیه و ته اینا شما میرسی به وحدانیت، یعنی یکی شدن با همه. نه اینکه مثلا چه عضوی به درد آورد روزگار. بعضی میرن تو این فاز که میرن کلیپ مثلا از آفریقا نگاه میکنن. ببین درد و بدبختی همیشه هست، تو توجه تو به اونا جلب نکن. اگه جلب نکنی نمیگن آدم بده ای، آدم بی وجدانه ای. منظورم از وحدانیت این نیست. منظورم یه قطره آبه که میره تو دریا. شما وقتی قطره ای از تبخیر شدن، از فنا شدن، از نیست شدن میترسی، از کثیف شدن میترسی، از اینکه پایمالت کنن میترسی. ولی وقتی میری تو دریا دیگه هیچ کدوم این ترسا نیست. جزئی از کل شدن تو سرشت همه ما هست. حالا بعضی اسمشو میذارن خدا، بعضی اسمشو میذارن چه میدونم امام حسین، نوکر امام حسینم، خاک پای مثلا حضرت زینبم. بعضی اینجوری مذهبی بهش نگاه میکنن، بعضی هم نه، میگن که اوکی ما همه ما یکی هستیم. این یکی شدن سرشت و نیاز همه ماست. نویسنده میگه آقا خیلی بهت فشار اومد، خیلی همه چی رو سخت گرفته بودی، به این فکر کن که یه روز قراره بیفتی بمیری. دورت جون، فکر کن فردا قراره بمیری، یه روز وقت داری دیگه. بوق زدن اون آدم اذیتت میکنه دیگه، تیکه انداختن اون آدم سر کار اذیتت میکنه. اصلا وقت نداری برای این چیزا. فقط دلت میخواد که حال کنی، فقط دلت میخواد که خوش بگذرونی. هر وقت خیلی قاطی کردی فکر کن فردا قراره بمیری. چی حرست میده؟ دنبال چی هستی؟ چه کاری دلت میخواد بکنی؟ خیلی جوابش برات روشن‌تر میشه. و آخرین حرفم گل نیلوفره که باز مربوط میشه به اون خیر و شر. گل نیلوفر ریشش کجاست؟ توی آب مردابه، یک گندابه. خب ولی نیلوفر اینو پذیرفته که آقا این آبه منو زنده نگه داشته، مواد غذایی به من میده، از طرفی هم کثافت و لجن و اینا هم داره دیگه. اوکی باید بپذیرمش دیگه. نمی جنگه با اون کثافته، میپذیرتش و یکی از خوشگلترین گل هاست و یکی از قشنگترین مناظر رو به ما میده. سعی کنین نیلوفر باشین و زندگی